دوستان عزیزم سلام. میخوام یه بازی رو امشب براتون انجام بدم. ما اینجا با آلوچه یه مربع درست کردیم که تو هر ضلع این مربع 4 6 7 و 3 10 3 2 5 6 و 4 10 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10. پس در هر ضلع ما 10 تا آلوچه داریم. اوکی؟ خیلی خوب. 10 تا آلوچه هم وسط داریم که تو بازی نیستن و میخوایم اینها رو به نوعی به خودمون اضافه بکنیم که اصلا متوجه تورم کسی نشه. چجوری این کار رو انجام میدیم؟ یکی از اینا رو من اضافه میکنم و دوباره میشماریم 4 5 6 7 8 9 10 و دوباره 2 4 6 و 4 10. اوکی؟ خیلی خوب. یکی دیگر من میام اضافه میکنم به اینجا و چه اتفاقی میفته؟ 2 4 6 و 4 10 2 4 6 و 4 10. حالا اینجا رو نگاه، 2 تا رو اضافه میکنم به اینجا. خیلی خوب. حالا چه اتفاقی افتاد؟ 2 4 و 4 8 و 2 10 4 و 6 10. خب حالا اینجا رو نگاه، اینجا و 2 تا از این اضافه میکنیم به اینجا. خیلی خوب. حالا چی شد؟ آب از آب تکون خورد آیا؟ خیر. 2 4 8 و 2 10 2 4 6 و 4 10. خب حالا یکی اضافه میکنم به اینجا و یکی هم اضافه میکنم به اینجا. چی شده؟ اینجا بذاریم که قشنگتر میشه. 4 و 4 8 و 2 10. اوکی؟ اینجا چی هست؟ اینجا 4 3 7 8 9 و 10. خب حالا چه کار بکنیم؟ حالا یکی دیگر رو اضافه میکنم به اینجا. اوکی؟ و یکی دیگر رو هم اضافه کنیم به اینجا. نظرتون چیه؟ خیلی خوب. 4 و 4 8 و 9 10 4 و 4 8 و 9 8 و 9 و 10 4 و 4 8 9 10 4 و 4 8 9 10. چی شد؟ این 10 تا کجا رفت؟ به این میگن اختلاس. Harmanım, baba nerede çarşafım? Gördüğüm bu paketler benim dermanım. Hoppa yavaşça açıldı fermanım. Sakın kaçma buraya gel la kezbanım.